تا حالا به این فکر کردین که سگ و گربه‌مون میتونن صدای ضربان قلبمون رو بشنون؟ یعنی وقتی بغلمون میکنن یا رو پامون دراز میکشن واقعا اون صدای قلبمون به گوششون میرسه؟ این سوال خیلی بامزه است، چون اگه جوابش آره باشه یعنی حیوانای ما نه تنها حضور ما رو حس میکنن بلکه حتی با ریتم قلبمون هم هماهنگ میشن. حالا تصور کن وقتی استرس داری یا هیجان زده ای اونا هم میتونن اینو بفهمن. همین خودش نشونه یه پیوند عاطفی خیلی عمیقه. خب بریم سراغ بخش اول، راجع به سگ‌ها. سگ‌ها شنوایی فوق‌العاده‌ای دارن. جالبه بدونین که اونها صداهایی رو میشنون که برای ما کلاً غیر قابل شنیدنه. محدوده شنوایی سگ‌ها از حدود 40 هرتز تا 60,000 هرتزه، در حالی که ما آدما فقط تا 20,000 هرتز رو میشنویم. حالا ضربان قلب ما چیه؟ یه صدای خیلی آروم و پایین حدود 20 تا 60 هرتزه. پس از نظر علمی سگ‌ها توانایی شنیدنش رو دارن. تحقیقات هم نشون داده که ضربان قلب سگ‌ها میتونه با صاحبشون هماهنگ بشه. یعنی وقتی تو شرایط خاصی هستیم مثل استرس یا هیجان، قلب سگمون هم ریتم مشابهی پیدا میکنه. باحال نه؟ یعنی سگت فقط صداتو نمیشنوه بلکه حس و حالت رو هم درک میکنه. حالا برسیم به گربه ها. گربه ها یه محدوده شنوایی دیگه دارن، از حدود 48 هرتز تا 85,000 هرتز. تمرکزشون بیشتر روی صداهای زیره، چون طبیعتاً برای شکار بهش نیاز دارن. ولی از اون طرف فرکانس ضربان قلب انسان هم تو محدوده‌ای هست که گربه میتونه بشنوه، البته نه به قدرت سگ. شاید شما هم تجربه کردین گربه‌تون میاد روی زانوتون میخوابه یا روی سینه‌تون ولو میشه و شروع میکنه به خورخور کردن. بعضی محقق‌ها میگن ممکنه دلیلش این باشه که اونا صدای قلب شما رو میشنون و این براشون حس امنیت میاره. البته شواهد علمی برای گربه‌ها خیلی مستقیم نیست، بیشتر تجربه‌های شخصیه، ولی خب همین که توی فاصله نزدیک هستن احتمال شنیدنش وجود داره. و اما بخش آخر، این ماجرا برای ما صاحبای حیوانات چه معنایی داره؟ اگه واقعا سگ و گربه هامون صدای قلب ما رو میشنون، یعنی یه جور همدلی فیزیولوژیک بین ما و اونا وجود داره. مثلا وقتی استرس داریم سگمون میفهمه و سعی میکنه آروممون کنه، یا وقتی ضربان قلبمون آروم و منظم باشه گربه‌مون هم حس امنیت بیشتری پیدا میکنه و همونطوری کنارمون لم میده. پس دفعه بعدی که حیوانت اومد بغلت کرد یا روی پات نشست، به اون صدای آروم قلبت فکر کن. شاید واقعا داره میشنوه و شاید همین باعث میشه که اون پیوند قشنگ بین تو و حیوانت هر روز قوی تر بشه. اگه دوست داشتین حتما تجربتون رو با ما به اشتراک بذارین. تا حالا شده حس کنید حیوانتون دقیقاً حال دلتون رو میفهمه؟ تا قسمت بعدی پادکست مواظب خودتون و کوچولوهاتون باشین. خداحافظ.